از رفقای سید جواد براتون میگفتم اینجا حالتش مثل سینماست. یاد یک خاطره افتادم از یکی از رفقای سید جواد. رفته بود سینما، یه فیلم بسیار ترسناک گذاشته بودن. انقدر فیلم وحشتناک بود مردم همه بلند شدن در رفتن، فقط این جلو صف نشسته بود. اومدن بهش گفتن چرا تو فرار نکردی؟ گفت به من دست نزنید من خراب کردم. تا این حد دیگه قرمزی چشای تو چشم هیچ گودزیلا نیست. خودت اون آقا رو گفتم. اما عزیزان معلومه که موسیقی خیلی دوست دارید، نه؟ من تعجب میکنم از شما، چرا اشباع نمیشید از موسیقی؟ الان یکی از بهترین های موسیقی پاپ کشور جناب آقای خواجه احسان امیری روی امیر خواجه احسانی، همون پسر ایرج اینجا داشت به این قشنگی میخون. حالا درسته چند گام پایین تر از آلبومش میخونه، اما میخونه، فوق العاده است. اما با این تفاصیل چشم براتون موسیقی اجرا میکنم. فقط فرق میکنه سبک با این طبیب از دیدن بیمار میترسد. بسیار متشکرم. من یه تشکر ویژه بکنم از دوست عزیزم که سالهای سال با هم دوستی، متاسفانه چون یه پول دستی از من گرفته به هم نمیده، هی میگه الان لازم دارم. جناب آقای حسن اردستانی از صدابرداران فوق‌العاده کشورم هستن که این صدای خوب رو ایشون به گوش شما دارن. به افتخارش دست بزنید، انشالله پول ما رو هم بده. I learned dance. I learned dance in Rouen. I learned to dance with the sword, the skin, the sword, the skin, the one, the sword, the skin, the one, the skin, the samak, the sword, the skin, the one. I learned to walk, the skin, the samak, the sword, the misery, the samurai. The smoke, the skin, the cigar, the scomfort, the space, the molite. خودم هم نمیفهمم چی دارم میگم. چون میدونستم به زبان فرانسوی هم مسلط هستید براتون یه خورده فرانسوی خوندم. اشاره میکنن وقت من تمومه. مگه خسته شدی؟